ساعت اول بیداری، جایی که آینده آغاز می شود. هر روز درست بعد از بیدار شدن یه لحظه ای هست. لحظه ای ساده اما سرنوشت ساز. اغلب این لحظه با لمس ساده دکمه چرت از بین می رود. این لحظه بیداری اولیه که اغلب در نیمه های شب یا اوایل صبح زود رخ می دهد، یک میدان نبرد کوچک است که در آن آینده ما شکل می گیرد. این لحظه دروازه است که با یک انتخاب ساده باز و بسته می شود. تمایل طبیعی انسان به راحتی و تداوم خوابه. پتانسیل نهفته، پتانسیل برای شروع فعالانه روز با نیت و هدفگذاری آگاهانه، ولی همان لحظه کوتاه میتواند سرنوشت 5 سال آینده را رقم بزند. هر بار که دکمه اسنونز را میزنی در واقع داری از آینده‌ات 9 دقیقه قرض میگیری. 9 دقیقه‌ای که بعدها با روزهایی پرداخت میشوند که باید بیدار میماندی و رشد میکردی. فشار دادن دکمه چرت باعث میشود بدن تلاش کند، وارد یک چرخه خواب کوتاه‌تر و ناقص‌تر بشود. این امر منجر به افزایش ناهماهنگی خواب و احساس خستگی بیشتر در طول روز می شود. هر بار که تسلیم میشیم یه بدهی کوچیک به اراده خود اضافه می کنیم. تکرار این عمل قدرت و اراده ما را در مواجهه با چالش‌های بزرگتر تحلیل می‌برد. قدرت 90 دقیقه اول. در 90 دقیقه اول بعد از بیداری مغز انسان در اوج تمرکزه، تا 40% تیزتر، قویتر، آماده تر. نکته علمی: در این بازه زمانی سطح آدرنالین و کورتیزول برای شروع فعالیت بهینه است، در حالی که فعالیت قشر پیشانی که مسئول برنامه ریزی و تصمیم گیری پیچیده است به سرعت فعال می شود. اما بیشتر ما به جای استفاده از این قدرت خالص آن را خرج اسکرول کردن، پیام‌ها، بازدید بی‌پایان می کنیم و آن لحظه طلایی در سکوت فراموشی گم می شود. قهرمانان واقعی و ساعت مقدس. ابرقهرمانان واقعی زود بیدار نمی شوند. به خاطر زود بیدار شدن آنها بیدار می شوند. برای حضور، برای آن پرتو ناب تمرکز در ساعتی مقدس، نه برای مانیفست نویسی و نه برای شعار، بلکه برای عمل آرام و واقعی. تأکید بر حضور به جای زود بودن. ساعت 5 صبح یک نماد است. نماد این است که شما اولین کسی هستین که برای هدف خود در این میدان حضور میابید. این یک تعهد درونی نه نمایش بیرونی. سپیده دم. در آن 1 ساعت دوپامین در اوج است. کورتیزول بیداری را هدایت می کند و مغز در حالتی قرار دارد به نام سیمان خیس. توضیح سیمان خیس: در این حالت انعطاف پذیری عصبی در بالاترین سطح خود قرار دارد. این زمانی است که اگر یه عادت یا یه ایده جدید را وارد ذهن کنید، مسیرهای عصبی قوی و دائمی تر برای آن ایجاد می شود. هر چیزی که در آن لحظه وارد ذهن شود حک می شود. انگار با قلمی از نور بر آینده‌ات نوشته میشه. اگر در این زمان بسازی رشد می کنی. اگر هدر بدهی فقط جریان را از دست داده ای. ارزش انباشته زمان: 1 ساعت آگاهانه در روز یعنی 365 ساعت در سال. 15 روز کامل تمرکز و تسلط بر نفس. و همین فرق است میان کسانی که زندگی را میسازند و کسانی که فقط تماشایش میکنند. آیین قدرت ساعت 5 صبح. 5 گام ساده. این 5 گام ساختار ساده هستند که سیمان خیس مغز شما را به ابزاری برای ساختن آینده تبدیل می کنند. 1. آب بنوش تا مغزت زنده شود. 2. حرکت، چند کششی یا چند شنا. بیدار شو. تأثیرش چیه؟ افزایش ضربان قلب، پمپاژ اکسیژن به مغز و غلبه کامل بر خمودگی. 3. هدف. فقط یه هدف بنویس، کوچیک اما متمرکز. تأثیرش چیه؟ فرمان دادن به ذهن برای تمرکز بر اولویت اصلی روز قبل از دریافت هر گونه فرمان خارجی. 4. یادگیری.
5 صفحه کتاب، یک پاک دسته، چیزی با معنا. تأثیرش چیه؟ بارگذاری اطلاعات غنی و سازنده در حافظه فعال. 5 محافظت. در این ساعت هیچ پیام، هیچ اسکرول و هیچ حواس پرتی، فقط خودت. تأثیرش چیه؟ حفظ یک پارچگی فضای ذهنی برای تثبیت اهداف اولیه. رأی دادن به خود آینده. این کار درباره زود بیدار شدن نیست، درباره رأی دادن است. رأی دادن به نسخه ای از خودت که آرام است، منضبط، قابل اعتماد. نسخه ای که دیگر از تغییر حرف نمیزند، بلکه خود تغییر است. ساعت 5 صبح یک تمرین مداوم برای اثبات خودکارآمدی است. هر روز که موفق میشوین به خودتان یادآوری کنید که کنترل اوضاع دست شماست. 5 سال آینده در راه است، چه بیدار باشی چه نباشی، اما امروز میتوانی انتخاب کنی. سازنده خانه آیندت باش یا تماشاگر موفقیت دیگران. اگر آماده ای برای تسلط بر دهه‌ات، صبح رو از نو آغاز کن. نه با دکمه چرت، بلکه با دکمه انتخاب. انتخاب بیداری، انتخاب رشد، انتخاب خودت. 5 صبح فقط یک عدد نیست، دروازه است به آینده‌ای که میتواند از آن تو باشد و هنوز هم میتواند باشد.